رحمان فا بقپیم اون پول دزیدگی شب بگیریم همون 4 سال من سپکوینا جواب میگم که در همه گپ که من 500 تومانی میتونم داده. من فکری برادر کبیری قبول دارم که اینا میتونن نمیتونن چیکار میکنن نمیکنن. میگه باید چیز دیگه همجا به حکومتدارا گفتنیم. حکومتدارا شما فخر کنه که همچون محیدین کبیری همین خیلی سیاستمدار داره اپوزیسیا تاچنیده برای که مردک اهل من به خدا چاپلوسی ندارم یگان چینستم پراست میگم که این مردک اهل اگر به من نشید به خدا هم قرض شده هم فرض شده هم قضا شده انقلاب در تاجیکستان ای بچه همه کار نسبتی ما کردن ما اکستریمیست ما تروریست که در صورتی که ما مورچه را کشتگی نیستیم حق یک کسا نخوردیم یگان بودجه دولت ندزیدیم یگان کار نکردیم امروز همه عنوان ما را دادگن اون انسانایی که امروز پیشوای ملت نمیدونم 1000 عنوان دادگن اون انسان ها قاتلان امروز از سر قدرت اگر ما باید دیگه میگم که شما فخر کنه که همین خیلی آدم ها هستن که همین وضعیت هم خیلی طولانی رفته است داری مردک ها به صبر ایخه نکنه بچه ها اوخه نکنه در چند جلسه هاش میشینیم گوش میکنیم برادر محیدین کبیری ها که مثال به خشونت وی نکنه یک کار بکنه که مردم سالاری باشه اگر میگم که با من باشه بیا مردم اینا کدیمت هم میفوره اوخه گره نیه اینه منظور تو بیا بریم اینا یکم آدمی که در میدان میدروه من قسم خوردگم که اروپا یکم آدمی که میره آدم منه اینا من در همون گفت میستادگی میستم نه کدیمت زور باشه کدیمت که میخواهه که در وطن یگان دیگرگونی کنه بیا بریم همه چی پیدا میشه صورتی که ما خودمون در تاجیکستان وقتی خونه راست میکنه خونه عادی یا خونه عادی راست میکنیم مبلغ مون نمیرسه بعد میریم استرای ماتریال قرض میگیریم که با فرد و فرزند ما روسیه پول روی میکنه میتیم اون نره کار دیسمینا نکنی خداوند من برکت وقتی تو حرکت نکنی یا اون باش کنی خداوند نمیتیه به همین خاطر بیای مردم خیلی میان کار بکنه این مردم میگن که ما اون با اونجا شنا اومده ما اینو آماده نیستن این من آماده هم که بریم لبای خیلی بر رحمانوف شپوشا کنیم بخن اومده بعد بخن میره و تمام یکون مشکلی نیست اگر خیلی آرامی قدی خورش نه آرامی نه مردم این برادر محیدین کبیری حزب نهضت پیمان مرحمت گوش کنه و آرامی برای بگیره نه که نفوره توخه دیر شده برادر محیدین کبیری اگر همه خودت بگوی ما پگه میخیزیم اینم من گفته سودم تو بیای خیزه اینم من همه آدم میکنید بخدا پگه آماده هم که خیزم برم یکان مشکلی نیست راه هم هست که میگه راه نیست ای بچه شما بر کلات نکار فرمیده ما با اروپا رو با مینه جنگل نمیدونم برای قاچق لبو خیلی آدم اومده سوزن میشیده رای خونه تو نشون نمیوی همه چی نمیویم پراست خودمون تنبلیم ما هم یک چیز برادر محیدین کبیری در چیز دیدیم که مردم واقعا یا که شرایط نداشتن یا که همینجا اومدن شرایط دیدن دیگه نمیدونم خیلیش بخدا فراموش کردگیه که برای چی اومدگی اروپا گفتدیم همین خبر خدا نگهبان تو خدا عمر دراز تو تیا بسیار گپی ماده بسیار گپی معقول شد عبدالخالی که رای اروپا را یافت آمده و چخیر رای خانه طلبی پیدا کردن نمیتونی بسیار گپی خوب گفتی و همیشه وقت دعوت میکنند که بیاین برویم بیاین ولی حالا سوال با خودت هم اول ما هم در مسئله 500 سومونی که وعده میکنی ببین 500 سومون چند دلار میشد به فکر میاد چیز $50 میشد نه یعنی بله $50 میشه $50 میشد $50 کمتر خب اطراف $50 مثلا وقتی من میگم که یک رهبر سیاسی باید وعده های ندهد که او را انجام داده نمیتواند منظور من وعده های کلان سیاسی هست که مثلا با یک گروه اسلامی اگر بشیند وعده بدهد که من جمهوری اسلامی میکنم با یک گروه دموکرات بشیند وعده کند بگوید که من نمیدونم یک کشور دموکراتی اروپایی میسازم منظور من این چی است اما وقتی که یک حالا فرق ندارد چی عبدالخلیل پرزیدنت شود چی شوکت چی یگان کسی دیگر هر ماه 500 سومون دادن به یک شهروند تاجیکستان
این وظیفه این برای وعده دادن در کار نیست عبدالخلیل. اصلا برای $50 به یک مردم تاجیک دادن چرا باید وعدتی؟ اگر خودت میگفتی که من هر ماه $500 میتیم 500 سومانی نه، بعد میگفتم این وعده است، ولی همین 500 سومانی را حکومت آینده باید از روز اول دادن میتواند اون $50 فقط اگر در هم پول دزدیده یک نفر از خانواده را ما اگر یک سالم صرف کنیم $50 به ملت تاجیک بتیم تمام نمیشود. از همه خانواده نه، از همین یک نفر خانواده را اگر پولش به ملت تاجیک هر ماه $500 اگر شما بتید تمام نمیشود. اون پولی کلان هم نیستین. برای همین وعده را به حضور دادم بگیر نترس، حتی میتونی که 500 به 1000 هم برداری به تشویش. و این یک چیز دیگر همچه بگم بخشی چیز زیاد اینجا طرفدار حکومت میگن که اگر میشید همین 500 سومانی دادن همین جناب عالی میداد. جناب عالی توی از سویت خدای جونیه که ای خود مونای نمیخرش حق شاید بخره رحمانوف ما را بتیا نکی سویت خود مونا میگه کسی دیگه دمیتیا اگه جو میتیا 500 سومانی به همین خاطر برادر عزیز گفتن در کار که همین جناب عالیشون ندهد هم $50 همون نگیرد، اقلا همون پول مردم از راه خوجه نگیرد. یعنی ببینید همین پول که جمع میکنند میگیرد باز با بیوجت نمیرد، راست با اروپا با صورت حساب افشاری با کیسه خودشون میرود. ما از حکومت جمهوری تاجیکستان نمیگیم که با مردم پول بدهد، از مردم پول نگیرد، فقط همین کافیه. اما یک چیز هست اینجا من حالا پیش از آنم که یک گپی که عبدالخلیل گفت، ببینید حالا نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان رهبرش حداقل من نگفته ایستادم که من فردا تاجیکستان میروم، مردم بیاد خیزید من تاجیکستان میروم، من این را هیچ وقت نگفته ایستادم. اما خودت همچون رهبر یک حرکت سیاسی یا حزب سیاسی، یک تشکیلات سیاسی علاوه مستقل که خدا را شکر دعوای پرزیدنتی هم داری، گفته ایستاده که من تاجیکستان میروم، آماده هستم بروم مبارزه میدان، یا نمیدونم کجا گفته ایستاده، تاجیکستان یا افغانستان یا هر کجای باشد. من سوالم همین است که خودت کی رو منتظر هستی؟ کی رو باید منتظر شوی؟ یعنی کی باید برایت به میدان؟ چند نفر؟ مثلا شوکت رود به میدان اول که بعد خودت میروی، یا من رود؟ کی رود باید؟ برادر عزیز همینجا طرفدار هم شما هم طرفدار همین مخالفین میبرن میگه که اگر همین برادر کبیری بگه که ما پگه بخیزه ما آماده ایم بریم، خیلی خوب بیو بریم. مخیم من گفته اصلا همین برادر کبیری هم به حاضره که میگه که من برای همین بخوبی میخوام بگیرم حکومت بگندگی نه. با همین خاطر من همون انسان ها دعوت دارم که بیو بریم یک کار بکنیم. این همین خیلی من نمیگم که اکه شوکت یا که شما یا کسی دیگه همون طرفدارایی که میخوان که یک کار بکنن مرحمت، این من آماده، این من لیدر تو اگه شما گلی من گفته شدم که زندگی خوب میشه، دختراتون به پل میشه، همه چیزا گفته شدم. خیلی که اروپا همین حزب من روی همین پولشا گرفتگیه، این هم یکون چیز دیگه شدگی نیست. همین حزب پولشا امروز با 800ش کرد. همین من هم که رفتم دیدم که همین شرایط میرسه با 800ش منم مزارش منم به همین خاطر. خیلی خوب شوکت جان اگه سوال دیگر دوستان داشته باشند. بله یک نفر از واتساپ باقی خدا نگهبان تو وقت کنه نمیگیرم.